درسته. من این اصلا انتظار بودم. من فکر کنم یکی از اولین هم اگر بزنیم. دو مسئله خطی من روزگار نادرست پیشنهاد کردم. یکم هم بانام هم تشویق که خب 5 سومونی که میگیرم با دیل خواه مسافه برای همین 5 سومونیش مون کردم. برای همین و یک مسئله دیگر مسئله همون امتیازها. تکشیه 5 سومونه من همین طور گفتم که ما باید آموزیم که در کدام حالت اینا قرار دارن و چه با راه قانونی ما همین را جلب کنیم که یکان کس من کند همون ماده 510 هم ماده 510 خطی همین را باید نکند چون اینا هم فرزند دارن میخورانند ما همین طالب همین گپ گفتم من گفتم که برادر آموختن در اونا فرزند دارن ما باید فهمیم یک خیلی که به مشکلات همین آدم ها در چارچوب قانون درآیند چون که عمل غیر قانونی در هیچ جا قابل قبول نیست درست باید که خیلی جای کاری بعد سوال های زیاد هست که مثلا گرفتن رقم های تی مشکلات دارد جمعیت خیلی مبلغ طلب میکنند دیگر ما گفتم خوب همه مسئله را همه پهلوهاش آموزی شکل درستی همین کار قبول کنیم حاضر ما معین کردیم که در چند نقطه ها هست چند نفرن همه شو بدونیم لیکن باز بگم که زندگی را منع کردن نمیشود گفت ما باید یکان ناخورند یکان بکنن برای ما گفتیم ما آموخته همه طرفا برکشیده یک قرار قبول کنیم که باید قابل قبول باشد آموختن این حالا معنی منع کردن را ندارد که یعنی آموخته کدوم راه خطی شکلی مثلا چه شما گفتید یکان جمعیت تشکیل کردن یا که یکان امتیازهای وقتی پتنت میگیرن یا دیگر میگیرن حالا ما قرار قبول نکردیم لیکن این مسئله رو میکنیم و فکر میکنیم که در همکاری با مقامات اجرایی ادارتی شهر دوشنبه که محترم رئیس اینجا بینها در مسئله کمک کردن دستگیری کردن موقع استوری خوب دارن یک شکل کنیم که با منفعت مردم باشد برای همین حاضر این مسئله در جریان آموزش و قبول کردن قرار دارد اینجا من میفهمم خیر با دیگر خیر 510 خط من گنجازه شما بخیر ما جریمه بندید جریمه بندن باید میکنم خیر در کدام دولت اجازه شده است که غیر قانونی عمل کنید اینجا گرد درباره اندازها میراد و دیگر میراد لیکن دوستان عزیز همین دو دختره که در خرنگان میباشد تجاوز شدن و با طور وحشیانه کشته شدن از جانب همین نمود راننده ها بودن برای که اینها قید شدگی نیستن اینها از تشخیص طبی گذشتگی نیستن که حالت روحی و روانیشون چخیر باشد اینها مثلا معلوم نیست که مایزده هم مثلا میباشد خیلی باید دیگه چیز هم استعمال نکنن کی اینا کفارت میتر همون دو تا دختر اگر بباشد خیش تواری ما و شما باشد ما کدام حالت میگردیم برای چی یک جانبه با حقوق‌گذاری میکنیم ما باید هر دو طرف ببینیم که اینی پهلوش ما اختصار کنیم نه اینکه مثلا منع کردن در باره وقتی که در باره یافتن یا بریدنان میرود هرگز جای منع کردن نیست لیکن بعد خود همون ماشینا که مثلا ماشینا اسای فلان من دیگر نه این خیلی گرم نیست هست با ماشین‌های مثلا نزد شهر بین شهری نزد شهری یعنی که ده ها وریانت حل مسئله در اینجا وجود دارد ولی که ما باید که دونیم که مثلا کدام نمود نقلیات چی نمود خدمت رسانی بکنند حالت تکنیکی خودی همون نقلیات هم در کار هست که ما باید دونیم که باید تشخیص بذارد درست میگن که مبلغ طلب میکنه خوب مبلغ طلب میکنه شما از مبلغ باید میکنه که حالت مثلا همون ماشین اگر خوب نباشد یک آدم از کشت این خوبتر است یا که ما سعی که مثلا برادر تو تکنیک در راه میبری برو ریسک روزیت پیدا کن اما با جون دیگران هم رحم کن هر جا که خواهن منع میکنن چه خیلی که خواهن حرکت میکنن یعنی که همیشه فرا گرفتن با معنای منع کردن نیست با معنای و ترتیب داره است سلام باشید